یه تماس تلفنی ساده و عشقی که از پشت دیوارهای زندان شروع میشه. این خلاصه فیلمی که خیلی بی سر صدا اکران شد ولی حسابی روی تماشاگر تاثیر گذاشت. ملاقات خصوصی به کارگردانی امید شمس. امروز قرار با هم این فیلم را مشخصی از فیلم نامه و بازیگر گرفته تا پیام های پنهان و نگاه اجتماعی. فیلمی که شاید در ظاهر درباره عشق اما در عمق درباره چیز بزرگتر، درباره دیوارهای که احساسات انسانی را هم محصول می‌کنه. پس اگه آماده اید بریم سراغ تحلیلی که کامل از یکی متفاوت‌ترین فیلم عاشقانه سال اخیر است. امید شمس اولین فیلم بلندش را با ملاقات خصوصی ساخت. کارگردانی که بیشتر در حوزه فیلم کوتاه شناخته میشد. چیزی که از زمان ابتدا فیلمش به چشم آمد نگاه دقیق و شاعرانه است. برخلاف بسیاری از کارگردانان تازه‌کار، شمس از اغراق دوری میکنه. فیلمنامه رو هم خودش به همراه بهمن ارگ و طلای مبتذلی نوشته. سه نویسنده با نگاه متفاوت اما هماهنگ در یک چیز: پرداختن به تنهایی انسان در جامعه بسته است. ترکیب بازیگران هم هوشمندانه است. پریناز عزتیار، شوتن شکیبا، لیلا زاره، حبیب رضایی و رضا احمدی، یعنی ترکیبی از ستاره و بازیگر جدی. داستان فیلم درباره زنی به نام پروانه که در جریان کارش با زندانی‌ها با مردی به نام فرهاد آشنا میشه. این آشنایی کم کم از مرز رابطه رسمی و تبدیل به علاقه عمیق میشه. اما این عشق در جایی شکل میگیره که قانون جامعه هر دو مقابل ایستادن. فیلم از طریق همین تضاد رابطه ساده رو تبدیل میکنه به روابط عاطفی پر از استعاره و درد. اولین چیزی که توی فیلم جلب توجه میکنه کنترل فضا و تصویره. دوربین معمولا ثابت میمونه. قابها تنگن، کادرها پر از خطوط و میالا. یعنی حتی وقتی بیرون زندان هستیم حس حبس شدن از بین نمیره. رنگ‌ها هم خنثی، خاکستری، آبی، سرد و نور کم. ولی هر وقت رابطه احساسی پررنگ‌تر میشه، قاب بازتر و نور گرمتره. این نشون میده که کارگردان داره با زبان تصویر حرف میزنه، نه با دیالوگ. در واقع ملاقات خصوصی یه فیلم احساسی محور، نه کلام محور. شمس به جای شعار دادن احساسات و را نشون میده. میفهمه که سکوت گاهی از هزاران جمله بیشتر حرف میزنه. در مرکز فیلم رابطه پروانه و فرهاد قرار داره. پریناز عزتیار اینجا درخشانتر از همیشه هست. بازیش پر از جزئیاته. لبخندهای نیمه کاره، نگاه‌هایی که هم ترس و هم اشتیاق. اون زنی بین وظیفه و احساس، بین قانون و دل. در مقابل شوتن شکیبا یه بازیگری کاملا درونی ارائه میده. حرکاتش محدودن ولی حس درونش فراوان میکنه. این دو بازیگر حتی بدون تماس فیزیکی شیمی عاطفی قوی بین خودشون میسازن. این نوع بازی کنترل شده خیلی سخته چون تماشاگر باید بدون دیدن رابطه اون رو حس کنه. با همینجا فیلم موفق میشه. فیلم نامه ملاقات خصوصی درباره عشق، اما نه عشق رمانتیک معمولی. درباره عشقی که از دل محدودیت‌ها بیرون میزنه. عشقی که اجازه نداره اعلانی بشه چون با قواعد رسمی جامعه جور در نمیاد. در ظاهر این داستان درباره یه زن و یه زندانی، اما در واقع درباره همه ماست، درباره حسایی که درونمون زندانی هست. فیلم از زبان شخصیت‌ها چیزی نمیگه، اما هر قابش پر از استعاره است. تلفن بین دو نفر، دیوار بین دنیا و فاصله که عشق رو شکننده میکنه. یه نکته هم مهم اینه که فیلم عشق رو گناه نمیده، بلکه نشون میده چطور جامعه حتی چیز مقدس مثل عشق رو هم میتونه مصادره و محدود کنه. اینجاست که فیلم تبدیل میشه به نقد اجتماعی بدون اینکه شعار بده. در پایان ملاقات خصوصی یه فیلم متفکرانه است، یه تجربه احساسی درباره انسان‌هایی که دنبال ارتباطن حتی وقتی دنیا بهشون اجازه نمیده. این فیلم نشون میده که عشق همیشه راهی برای بروز پیدا میکنه، حتی اگر فیلم از پشت شیشه تلفن باشه. از نظر فرهنگی فیلم ممکنه برای بعضی کند به نظر بیاد، اما اگر با حوصله نگاهش کنید بهتون حس میده، نه فکر. حالا اگر بخوایم خلاصه کنیم، فیلم نامه از 8 از 10، بازیگری 9 از 10، کارگردانی 8.5 از 10، موسیقی 8 از 10، تاثیر احساسی 9 از 10، میانگین 8.5 از 10. ملاقات خصوصی فیلم بی‌ادعا و تاثیرگذار. فیلمی که به جای هیاهو نجوا میکنه و همین نجوا تا مدتی تو ذهن آدم میمونه. ممنون که تا آخرین تحلیل همراه من بود. اگر فیلم رو دیدید بنویسید که شما ازش چی برداشت کرد. به نظرتون عشق توی جامعه امروز هنوز ممکنه؟
لایک، سابسکرایب و زنگوله یادتون نره چون تحلیل بعدی یه فیلم جنگالی دیگه است. تا اون موقع بدرود.